هیچی خودتان رو بهتر حس میکنه؟ خیلی بهتر شدم، خدا با شکر. چند بار به شما میگویم کمتر فکر کنین، کمتر عصبی شوین، به درس کمتر اهمیت دین، اما شما گوش نمیکنید مرا. ای نمک جان، همین درده که خدا داد شفاشم خدا میتیم اخی. سلامتی را هم نگاه کردن در کار است که. بله یکی گپم درسته. کی باشه؟ نمیدونم. لبه سلام علیکم جان، نازت خوبه؟ ما هم شاگرده استاد اینجا باشم. ولی استاد اینجا از ولی بیمار شده. مرحمت کنید. بذارید بایم خونه. همجا دم ها؟ نه هم خونه استاد. سلام علیکم، بیا شاگرد. جان سلام علیکم. علیکم السلام. نازی شاگرد خوبی، سلامتی ها نمونه شیکنی مرحمت. سلامتی ها خوبه. خدا را شکر استاد. شما هستین؟ رحمت شاگرد عزیز. خانگی ها هم سازن؟ میشه استاد ناز رحمان. من فهمیدم که بیمار شدن زیقشون رسیدم. تو من خبرتون بیارم. سلامت باشید دادری جان، سلامت باشید. آخه که بیمار خداوند بیمار میکنه با شفا میده. انا همین دیروز شدید یا همین روز گفتم من. من رفت داشتم تو یک شما بینم با کارم. سلامت باشید. این فوزال ایخل پیشتر شنیده اینا اومده بود دین اومده. فوزال شاگرد اومده بود. با در همین بالای بیماری مو کم ترزیق مو کرد. اینه. چی میگم؟ خیلی بچه یازده. همین گفتم که هم خیلی بیمار شدم، همین درد رو اومد، همین مثل خیلی نمیشه شیشته گفت وو استاد خوبه اخی. گفتم خوبم. گفت استاد باور کنه این همین درد بیماری شما را با فکرم بسیار عذاب داد. گفتم چی با؟ میگه که رنگی سگ خراب شده استاد. بچه ولی بیاین فوزایل هم خیلی به استاد. ولی شاگرد رنگی سگ خراب شده اینو؟ میگه رنگی سگ خراب شده. همین نتونین صبح کم به یک قامه هست ولی ایشالا شما کم ترسوس این بقوات شاین داردان شاین ایشالا با رنگ خوب فربه میشین. استاد جان خیلی دو کنه من برم استاد کار دادیر میشم. خیلی با کس کار برکه سلام بشین استاد جان خودش شروطیه. اما نشنم روتون سیاه حیوانا. مردک ای شاگردتان رفت؟ نه یک پیاله چای کرده استه بودم. این دفگاه این سطح چایش هم یا بیا اینجا شین زنه با چی شو؟ شاگرده همین به معنی تربیه کردیم ده. من گفتم که شما فقط برایم شاگرداتان عصبی میشوین. خیلی کم میخینه. خیزن اگر چای کبودم کنم. خیز سلام کفایی. این مردک چای گفتگیتون مرحمت کنه چای نوشه عصب آرام کنه. عصب آرام میشه که خام تزان الان خوراک پختی؟ بله بازش تمام میشود خوراک. با کیه؟ نمیدونم باز کی باشد. یک پیاله چون هم خوردن نمیمونم. کنی بی کیه؟ میرفته بینم. لبه خوش نم. لبه؟ علیه بسلام. استاد اینجا باشم؟ بله استاد اینجا. نه بدونم. کم ترمزه شون نیست بیمار شده گه. ممکنه خواهش. بله مرحمت کنید. بریم دری راسته کنیم. همجا ده ها؟ بله.
سلام علیکم. علیکم السلام. بیو نعمت جان سلام. سوز تینجی ای دوست سلام. درینه مرم از بسم مرم الله الرحمن الرحیم. هم دوست زنم شما نعمت جان شما در دوم کرد دوست جون. خداوند شفای کامل عاجل برای بیمارا از همه بلاها ما رو نگهدار باشه. الحمد لله. چه نعمت جان میشش کنه خود. سوزی تینجی سلامتیات خوبه برنامه که ای سلامت باشه. هم دیگه مزه نشیده. او مزن نشیده او مزم نشیده دو روز. حالا بچه‌ها گفتن مزه نشیده گفتیم یاد استاد خبر گیریم. خیلی اکر دردی خدا در وقت ما شفا میتیم که هیچ وقت این کس خبر گیرید استاد جون. بچه‌ها اومدن. او خبرگیری آمدن او شاگردا آمدن یک دو شاگرد انو فوزایل و او کی چنم داره او شاگرد دیگه ما این فوزایل شوگیر دارن. او فوزایل شاگرد انا بعد نعیم جان اما آمدن خبر گرفتن بچه‌های خوبم و هم یک بچه خوبه اکر راست دیگه کم کم با همین در بالای همین سوختن نمکاو کردن چون تنجیه. او خیلی اینجا او فوزایلش اومده او سر خبر گرفت گفت او استاد با چنان وایما میکنه که او استاد شما اینقدر خراب شده این درد شما رو غم داده. گفتیم خیلی درد خدا میگه که استاد باور کنه مثل سگ خراب شده همین خیلی میگه هم سخنه که گفتی فکر کنی هم میگه مثل سگ خراب شده. گفتیم خیلی دم کم کم بچه بیافرنگه انا با اون نعیم جانش اومده میگه استاد شما خوبه سازی. گفتم خوبم سازم. بعد دخل کردم ده که همین فوزایل همه خیلی میگه نه فوزایل نعیم جان دکتر. مثل سگ خراب شده. این به عقل دیگرش میگه چی میگه ای استاد باید در گپای وزیر نشوه هیچ گپ نداره واسه شما کمتر صحت سلامت شوه رنگ خوب فربه میشه. ای بچه به عقل دیگرش ما خیلی گرم اخمخواه خود در این استاد شما خیلی نمیگه پورا گازمی نه استاد خیلی کنم این تربیه همین ای اهمیتی به تربیه‌گی دار زنه یا یکم دسترخون او زنه لبه آخی بیار تو یکم چی بیار یک دسترخونه یکم چی بیار حاضر یکم چی در کن نیست اینم یک پیاله چای میگیریم بس ای گفتیم شما را یک خبر گیریم یک صحبت خیلی خوبه نعمت جان یکم چی در کن نیست یک دسترخون پرتوی با همین یک میشه یه روزه که دیگه میشه ولی استاد جون بگه شاگردای خیلی شما را زیر کردن ها ای خیلی که شاگرد داریم این فوزایلش سر گفته که دیگریش خوب بریم اوه دیگه بیزی خوب فرمی میشه شما یکم مایده زیر نشه استاد جون آخی نعمت جان خیلی عصب و ویرما میشه زحمت کشیده مهنت کرده این شاگردا رو تربیه میکنی آخی سخنرانی و گپزنی شما می او گپ سری انا همین میروه که این ابله ها تربیه انسان نه تربیه خر گرفتگی هم